شبس ابن ربعی احتمالاً پایه‌ترین فرد تاریخ از نظر حضور در فتنه‌ها و خراب کردن‌های پی در پیه. اون از اولین افرادی بود که برای سید الشهدا علیه السلام دعوتنامه فرستاد، اما بعداً پولو گرفت و حضرتو ترک کرد. یکم بعدش هم پول بیشتر گرفت و به سپاه عمر ابن سعد ملحق شد. وقتی هم یزید یه مقدار دیگه گذاشت روی همون پول، فرماندهی پیاده نظامو به عهده گرفت. روز عاشورا سید الشهدا علیه السلام دعوت اون رو به یادش آورد، ولی شبس کلاً منکر شد. با شروع قیام مختار سعی کرد باهاش مقابله کنه که در نبردی از ابراهیم مالک اشتر شکست خورد و در نبرد بعدی به دست یکی از خودیهای دشمن کشته شد. اما شاید نقطه اوج این آفتاب پرست این باشه که خیلی پیش از اینها و بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به زنی به نام سجاح که ادعای نبوت کرده بود ایمان آورد و مدتی هم به عنوان مؤذن در خدمتش بود و بعد باز اسلام آورد. خلاصه برای شبس ابن ربعی مثل خیلی ها تو دور زمونه خودمون و توی همه جای دنیا همیشه مهم بوده که بصرفه. اگر میصرفید برای خدمتگزاری آماده بود.